ما چند تا ایران داریم الان. یکی ایرانی که الان ما توشیم، الان شما توشین و اونا که بیرونن اونام توشن. این ایرانمون اینه که همه الان توشیم. یک ایرانی هم هست که تلویزیون نشون میده گل و بلبل همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. رفیق من میگفت صبح از خواب بیدار شدم دیدم تلویزیون روشنه، گفت بلند شو همین الان اولین کار مثبت زندگی تو انجام بده. منم بلند شدم تلویزیون خاموش کردم. هر جای دنیا بگی روم مردم میگن فرانچسکو توتی، یعنی روم یه شهر به این عظمت رو به فرانچسکو توتی میشناسه. انقدر این بازیکن خوش درخشید در فوتبال اون شهر. اون وقت شما هر جای ایران بگی روم همه میگن همین معصوم نژاد روم. بله چرا؟ یه خبرنگار ما 20 سال توی ایتالیاست، این بدهکاری سنگین داره تو ایران. پاشو بیا بدهی تو صاف کن.